صحبت‌های جنجالی سحر مقدس در مورد دنیا دادرسان و علت فروپاشی رادیو جوان. حمله شهید دنیا دادرسان به سحر که میگه از من چی دیدی میلیون دلاری ارزش داره. بریم سراغ صحبت‌های جنجالی سحر درباره دنیا دادرسان. سحر مقدس یکی از خواننده‌های زن معروف ایرانی که بیشتر موزیکاش در پلتفرم رادیو جوان پخش میشد، طوری که اون به یکی از خواننده‌های رادیو معروف بود. امروز نسبت به تبعیض‌هایی که مدیران رادیو جوان درباره هنرمندان داشتن اعتراض کرد. سحر در چنل یوتیوب گلناز حسینی، یکی از مجریهای سابق شبکه من و تو، شروع به صحبت کردن کرد. درباره خواننده‌های خانوم در این مصاحبه اسمهای زیادی آورده شد و از بیشترشون تعریف و طرفداری کرد، اما نسبت به دو خواننده واکنش جالبی نشون نداد. یکی از این دو نفر دنیا دادرسانه که هجمه‌ها به طرف اون از طرف سارن شروع شده و امروز سحر هم به این سوگلی رادیو جوان اشاره کرد. وقتی از سحر در مورد دنیا میپرسن، اون میگه این شخص عامل فروپاشی رادیو جوانه و همه حمایت‌ها از طرف ما برداشته شد و به سمت ایشون رفت. دنیا دادرسان نظری نداره. روزی ویدیوش ببینیم میریم بعدی. فقط عامل فروپاشی تمام خواننده رادیو جوان. ما هممون اگه از رادیو جوان اومدیم بیرون فقط به خاطر ایشون. قطعاً داریم. به خاطر اینکه همه حمایت‌ها از ما برداشته شد روی ایشون گذاشته شد. یعنی ما خیلی راحت به یک سن فروخته شدیم. علتشو میدونی اشتباه؟ علتشو گذاشتم یه روزی یه وقتی نیاز بود بگم. الان نیاز قیمتیه نمیشه. اون چیزایی که باید یه روزی بگم میلیون دلاری ارزش داره. نه برام چیزایی که دیدم. چیزایی که دیدم، چیزایی که شنیدم. کم میگه دیگه. ولی یک از دلایلی که اومدی از رادیو جوان اومدی بیرون تصمیم گرفتی که چنل خیلی میزنی، خیلی که از رادیو جوان اومدی بیرون، خیلی من سطحی سارم و خیلی حتی بچه‌های داخل ایران خیلی هاشون ناراحت هستن این داستان که ما حمایت نمی‌شیم. من با خیلی خواننده توی ایران صحبت می‌کنم، خیلی ناراحتن این داستان که مگه میشه شما این همه خواننده زن دارید فقط از این نفر حمایت می‌کنید؟ ما نمیگیم چرا حمایت می‌کنید، از اونم حمایت کنید، ولی از همه مدل اینقدر فرق گذاشتن اصلا چه قشنگی نیست. پولتون هوا در میارین، خرجتون رو هم می‌کنید. و اما دومین خواننده‌ای که سحر دل خوشی ازش نداشت احلامه. سحر میگه احلام شخصیه که به شدت درو و صداش دستکاریه. اون میگه که احلام میاد جلوی من از همه بد میگه و بعدش میره تو کامنت ها قربون صدقه شون میره. احلام شاید بتونه لایو بخونه ولی فارش میخونه و مردم رو گول میزنه. خصلت این سحرم که خیلی رو کرد. من همین خواننده چرا نیستن؟ به خاطر که خواننده‌های خانم همه نقابن. کلا خانم نه همه بیشتر خانم. ببین خواننده خانومه جلوی من از خانم بد گفته، از خانم بد گفته، از خانم بد گفته، از بد گفته، از بد گفته، بعد همشون دوسته و همشون کامنت بذار قرص دادن همشون میره. اون یکی میاد جلوی اون به اون فوش میده، بعد میرم میبینم زیر کامنت اون داره قلبا میزنه. اون یکی میره با اون یکی توی دایرکت به من میگه من اگر از تو خوشم نیاد اصلا با تو رابطه برقرار نمیکنم. میام با چند بار باهات میگردم میبینم آدم درست حسابی نیستی، خداحافظی میکنم، ترجیح میدم تنها باشم، ولی خلاص دیگه نقاب است. سحر جزء معدود آدمایی که بهش بگی همین الان لایو بخون میتونه بخونه. خیلی دیگه میتونن بخونن ولی فالش بخونن ولی فکر کنم خوب بخونن. نه من تشخیص میدم یه سری خواننده اومدن تو اینستاگرام خیلی اصلا جرأتشو نداره بخونه. خونده اتوتیون گذاشتن روش، هزار تا دستکاریش کردن، اومده گذاشته بغل میکروفون داره میخونه، بعد فکر میکنن داره واقعا زنده میخونه، بعد چرچن میکنن، ولی این تمامش روش همه دستکاری شده. این صدا لایو نیست، زنده نیست، مردم گول دارن میزنن، لنن دارن مردم گول میزنن. بعد ساعت تو کنسرت بری لایو بخونی میرن دیگه. الان خیلی از خواننده‌ها این اومد تکا، آقای اومد تکا آبروی همه داره میبره. ببین اومد یه بارم از خود من ایراد گرفت، من انقدر ترسیدم که راستش چیکار چشم مواظب اینم که خراب نکنم. الان تمام خواننده‌هایی که خراب دارن میخونن داره مردم نشون میده آقای مردم ببین این فقط تو استودیو خواننده است، تو لایو یه چیز نمیتونه اونی که باید باشه. حمله تند دنیا دادرسان به سحر، چی از من دیدی میلیون دلار میارزه؟ دنیا که تا الان نسبت به صحبت‌های آرتیست‌های خانم سحر و سارن و سوگن ساکت مونده بود، این دفعه سکوت نکرد و به شدت به حرفای سحر واکنش نشون داد. دنیا گفت من واقعا خسته شدم که آرتیست‌های خانم بعد از هر مشکلی که توی زندگیشون پیش میاد به من گیر میدن. سحر کسیه که من اولین تجربه کنسرت رو با اون داشتم.
و هیچ وقت یادم نمیره چقدر عذابم داد و چقدر بهم توهین کرد. من خسته شدم از اینکه صبح پاشم ببینم یه ویدیویی پخش شده که یه آرتیست، یه شخصی نشسته جلوی دوربین، به هر دلیلی دیده شدن، ویو گرفتن، اصلا دلش پره، هر چیزی داره یک سری خزعبلات و اطلاعات غلط در مورد من به مردم میده. واقعا گندشو در آوردین. من اولین کنسرت زندگیمو خانم سرپاش شما توی ترکیه گذاشتم. شما چیزی جز احترام هیچ وقت از من ندیدید. بماند که همون چند روزی هم که من با شما اولین بارم هم بود که تجربه کنسرتم بود، شما چقدر منو عذابم دادین، چقدر به من بی احترامی کردین و چقدر کارهای زشتی انجام دادین که همه افراد بند و تک تک افرادی که توی این برنامه داشتن کار میکردن دیدن این رفتار از شما. بماند که شماها چه کارایی با من کردین و چه عذابی دادین منو سر اون برنامه و بعد اون برنامه و خیلی روزای دیگه شما چه کارایی با من کردی، چه بدیایی به من کردی. اون وقت شما دقیقاً چی از من دیدی که $1,000,000 ارزش داره؟ میتونم بدونم؟ دنیا تو وایس آخرش خطاب به سحر میگه مخاطبات و فن پیجات منتظرن در مورد بقیه حرف بزنی تا عکس همونو بذارن، چون خودت چیزی واسه ارائه کردن نداری و با همین ویدیوها ویو بگیری. خوبین؟ سحر جون، شما چی از من دیدین که $1,000,000 ارزش داره که رفتین تو لیوینگ روم دوستتون نشستین در حال سبزی پاک کردن، یه سری اطلاعات غلط دارین به مردم در مورد من میگین؟ میشه من بدونم؟ اینکه شما چند تا آهنگ آخری که دادیم بیرون نگرفته، پروموت نشده، به من ربط داره سحر جون؟ شما به جای این کارا برین بشینین رو آهنگاتون کار بکنین، آهنگاتون بگیره، بلکه دست از سر من بردارین. من به هیچ عنوان هیچ وقت یادم نمیاد حتی بعد از این همه بی احترامی و بدیایی که شما من کردی یک بار من به شما بی احترامی کرده باشم. شما واقعا به چه دلیلی و به چه حقی میایین میشینین راجع به من یه سری اطلاعات غلط به مردم میدین؟ میشه چیزایی که دیدین رو به منم بگین، منم بدونم؟ ممنونتون میشم. مرسی. و اما سحر هم در جواب حرف دنیا که گفته بود تو با حاشیه کردن از من میخوای بالا بری و ویو بگیری گفت سلام به همگی، امیدوارم همتون خوب باشید. دوستای خوبم به زودی براتون لایو میذارم، شما برای من بخونید، من براتون بخونم، کلی چیزای تعریفی دارم براتون. ولی امروز یه چیز باحال شنیدم که یک دختر خانومی فرموده بودن من با آوردن اسمشون میخوام خودم رو مشهور کنم، دیده بشم، بازدیدام بره بالا، چون کارام نمیگیره و کارام شنیده نمیشه اسم ایشون رو آوردم که کارامو مردم تو رو خدا بشنون. دختر خوشگل، دختر خوب، وقتی من شروع کردم به خوندن شما داشتی با کامبیز جون ویدیو فان درست میکردی. من 7000 شب اجرا کردم روی استیج، حالا بخوام با اسم شما معروف بشم؟ با مصیبتم. اگر قرار باشه با اسم کسی معروف شم، 2 تا آدم بزرگ با ابهت انتخاب میکنم، نه شما رو. به نظر شما سحر از دنیا دادرسان چی میدونه که $1,000,000 ارزش داره؟ تو کامنت ها برام بنویسید. ممنون میشم لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.